تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، روزتان بخیر باشه دوستا. بعد ادامه جلسات ویندوز من خوش آمدین. امروز قرار است در مورد اوتو پلی صحبت بکنیم. ببینن قسمی که میفهمین اوتو پلی کردن اتومات هست یا پخش اتومات یا باز کردن اتومات. وقتی را باز میکنین شما یک سلسله از بخشا را در داخل دارین دوستان. مثلا دارین هر وسیله‌ای که داخل کامپیوتر میشه و ارتباطی با پخش و مسائل داره در داخل هست. مثال براتون میدم. ریموویبل درایو یا این فلشی است که شما هر دقیقه وصل میکنین و بیرون میکنین. خب یکی از اینا رو من مثال براتون کار میکنم، دیگراش هم همین شکل عکس العمل انجام میده و همین بخشا را داره. ببینین دوستا، در قسمت ریموویبل درایو یا همین فلش که فعلا داریم اینجا، وقتی کلیک میکنین میگه با وصل شدن فلش، با اینکه فلش را وصل میکنین چی اتفاق رخ بده در کامپیوتر. همین که فلش داخل کامپیوتر میشه چی اتفاق رخ بده؟ تیک نو اکشن، هیچ عملی را انجام نده. این حالی من میگیرم فلش را وصل میسازم. اینی به خاطر ویروس هست، درست؟ فعلا هیچ نوع عملی انجام نشد تا ای که ما برم برنامه قسمت فلش را باز بکنیم. اگر بیاین اینجا چی را انتخاب بکنین؟ Open folder to view files. فولدرش را باز بکنید. یعنی همین فلشی را که شما وصل میکنین به شکل اتومات فولدر را باز میکنه تا فایل های داخلش را ببینین. این را انتخاب بکنین، بگین سیف. این حالی ببینیم چی اتفاق رخ میده. من فلش را وصل میکنم، این را کنسل میکنیم. اتومات چی کرد؟ محتوای فلش را باز کرد. درست؟ پس بدون از اینکه شما برین بالای ساحنه، مثلا این موقعیت در قسمت درایوتان، در قسمت پی سی تان و اینجا مثلا فلش را باز بکنین، همین کار مستقیم برام انجام داد. این رو برش میگن اوتو پلی. یا ای که بالای ساحن میایم، من از اینجا میگم نه برام فولدر را باز نکو، ask me every time. هر بار از ما بپرس. چی را بپرسه که چی باید بکنم؟ چه قسم؟ در این وضعیت اوکی بگین، این فلش را داخل بکنین، این را کنسل بکنین. چی میشه دوستا؟ یک آپشن دیگه براتون میدم، میگه USB drive select to choose what happens with removable drive. کلیک کو، این آپشن میگه ما چی کنم؟ برم میگه بالای تنظیمات استوریج یا حافظش فولدر باز شه و یا هیچ اتفاق رخ نده. اینمی پرسیدن را میگن به نام ask me every time. صحیح است؟ اینمی پرسیدن را در این قسمت شما فعال ساخته. از اینجا ask me every time. و باز configure storage setting که است میبره بالای تنظیمات حافظه. فلش را پس بیرون میکنم، بالای تنظیمات حافظه. چه قسم؟ سیف میگمش. بعد فلش را وارد میسازم، کنسلش میکنم. اتومات چی را باز کرد؟ قسمتی حافظه را. پس در این مورد شما را آورد بالای استوریج یا قسمتی حافظه تان. بله، ذخیره حافظه تان. دوستا اینمی کار را، اینمی چند تنظیمی که خدمت تان گفتم را در تمام بخش های دیگه هم میتونید تطبیق کرده برید. ببینید کدام گپ نو نیست، کلش این چیز است. درست است؟ کلش این چیز است. کفایت میکنه فکر کنم.